الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، یک پیام داشتم، خیلی پیام کوتاه. خوب به گوش عبرت بشنوید. پیام من برای اون برادرانی هست که در شبکه‌های اجتماعی رسم و نوارهای حرام پهن می‌کنند. رسم و نوارهایی که در آن زنان و مردان نیم برهنه و لوچ است، زنان بی حجاب است، غیبت و دروغ و بهتان است، شرمنده کردن و بی آبروی کردن دیگران است. از همه بدترش دشنام و حقارت‌های فحش است. برای این برادران و خواهران یک پیام کوتاه دارم، به گوش عبرت بشنوند. الله رب العالمین می فرماید: استعیذ بالله انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم. ماییم که مردگان را زنده می کنیم و نکتب ما قدموا و آثارهم. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم. و می نویسیم هر آن عمل نیک و بدی که در دنیا کرده اند و آثار آن را هم می نویسیم. یعنی هر عمل نیک و بدی که در دنیا انجام داده اند و آثار آن را هم ما می نویسیم و جزا و پاداش آن را البته می دهیم. برادران و خواهران عزیز، ای اون نفرانی که در شبکه‌های اجتماعی رسم و نوارهای حرام پهن می کنید، رسم و نوارهایی که هم خود و هم دیگران را به گناه می کشانید، آیا آثار این چیزهای شما بعد از مرگتان هم باقی نمی ماند؟ هر نفری که این نوارهای شما را نسخه برداری کرده به دوستانشان می فرستند، تا ابد این رسم و نوار شما باقی می ماند. آثار گناهان شما تا ابد باقی می ماند، بعد از مرگتان هم باقی می ماند. آیا شما این رو می خواهید؟ پس اگر این رو بخواهید، پس شما یقین بدانید که بعد از مرگ هم نامه اعمال شما از گناه پر می شود. بعد از مرگتان هم در نامه اعمال شما گناه ثبت می شود. العیاذ بالله. شما که مسلمان هستید، شما که بر روز جزا و حساب باوری دارید، پس چرا این کار را انجام می دهید؟ با این کار خود الله رب العالمین را به غضب می آرید و تنها شیطان را خوشنود می کنید. پس شما این را می خواهید؟ العیاذ بالله. خوب به یاد داشته باشید برادران و خواهران عزیز، این کلام پاک رب العالمین را پیش از آن که رسم و نوارهای حرام پهن می کنید، این سخن الله رب العالمین را خوب به یاد داشته باشید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.